انتقال 25 ساکن وادی برتنگ با چرخبال و سپارش امام علی رحمان 25 تن از ساکنان وادی برتنگ توسط چرخبال به جای امن انتقال یافتند. خواهی رسولزاده با سپارش امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان توسط چرخبال به وادی برتنگ رفتند. در برابر نمایندگان وزارت و اداره ها متخصصان سراداره گئولوژی تاجیکستان هم هستند که برای دیدن و سنجیدن کل سرس وارد هیئت شدند. منبع میگوید این گروه کاری آنجا نخست با وضع کل سرس شنا شده بعدا با اهالی وادی برتنگ ملاقات میکنند. به خاطر کمک و دستگیری برای آسیب دیدگان امروز معاون رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان بهروز ستارov ضمن خطبه نماز جمعه از نمازگزاران دعوت کرد با آسیب دیده های زمین لرزه در بدخشان کمک نمایند. همچنین طبق بعضی معلومات ها از رسانه های خبری دیاسپورای تاجیکان در شهر تویر روسیه برای مبلغ گذاری و ساختمان یک مکتب در برتنگ آمادگی دیده ایستادند.